درود بر شما بینندگان گرامی. با عرض احترام شوکت محمد در خدمت شما هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که امروز مطرح خواهیم کرد. دستاورد آخرین تاجیکستان در روی خط کشورهای فساد زده ترین و غیر دموکراتی ترین قرار گرفت. محمورات آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید فرزندش را حکومت داران تاجیکستان در روسیه ربوده اند. جایوز کنی جمع شونده ها. چندین وزیران و کبیران کرسی های خود را با فرمان رئیس جمهور عوض کردند. نورالدین سعید کمیته رادیو و تلویزیون را به عهده گرفت. تاجیکستان یک و یک باره در دو رده‌بندی شاخص دموکراتی و فساد باز هم پایان تر رفت. در شاخص اول بین 6 کشور غیر دموکراتیک قرار گرفت و در شاخص دوم باشد بین 30 کشور فساد زده ترین جا گرفت. 2 هفته قبل اگنتی نظارتی دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان 13 سالگیش را جشن گرفت. تحفه رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان به صاحب جشن این بود که با امضای خود یک قطار صلاحیت ها و دخل ناپذیری این نهاد را بیشتر کرد. قدردانی این نهاد از طرف رئیس جمهور را می شود چون رضایت او از فعالیت این نهاد دانست. یعنی این اگنتی به دست آوردهای در طول فعالیت 13 ساله اش نایل شده است و باید صلاحیت‌هایش بیشتر شود تا فساد را در کشور ریشه‌کن سازد. آیا واقعاً چنین بود و آیا این اگنتی توانست سطح فساد در کشور را پایان برد؟ دیروز 23 ژانویه سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یعنی شفافیت بین المللی که وضع فساد و رشوه‌خواری در کشورها را تحقیق می کند گزارش سالانه‌اش را نشر کرد. در رده‌بندی امساله جهانی کروپسیه کشور ما تاجیکستان نظر به یک سال پیش یک زینه پایان تر رفته بین 180 کشور با 25 امتیاز از 100 امتیاز ممکن در مقام 153 قرار گرفت. یعنی بین 30 کشور فساد زده ترین دنیا جا گرفت. این رده‌بندی پر اعتبار که در تمام جهان اعتراف می شود بهترین نمونه تشخیص فساد در دلخواه کشور جهان است. دستاوردهای اگنتی ضد فساد را هم می توان از روی این رده‌بندی تشخیص داد. طبق رده‌بندی ترانسپرنسی اینترنشنال یک سال قبل از تأسیس اگنتی نظارتی دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه یعنی در سال 2006 تاجیکستان در موقع 145 قرار داشت. حالا این اگنتی وجود نداشت. تاجیکستان ما در مقام 145 بود. یک سال بعد از تأسیس آن یعنی سال 2008 به جای 151 سقوط کرد. یعنی 6 درجه یک و یک باره پایان رفت. این گونه نهادها اساساً در سال تأسیسشان دست به کارهای بزرگ میزنند تا ضروریت موجودیت خود را ثابت سازند. اما در تاجیکستان برعکس شد. کشور در یک سال فعالیت اگنتی ضد فساد 6 زینه موقعش را در پر اعتبار ترین رده‌بندی جهانی درباره فساد از دست داد. سال 2009 تاجیکستان در زینه 154 قرار گرفت و سال 2013 باشد تا 159 زینه پایان رفت.
اهمیت داده ایستادید. برابر تشکیل شدن سازمان یافتنی اگنتی ضد فساد، تاجیکستان تا رفت پایانتر می رود. همین طور پایانترین موقع کشور در سال 2017 بود که بجای 161 فرآمد و بین 20 کشوری فساد زده دنیا قرار گرفت. در این بین موقع کشور در رده‌بندی بالا و پایان رفت، اما دیگر موقع بالاتر از زینه 152 نداشت. در رده‌بندی سال 2019 تاجیکستان با قبول چند قانون که عملاً هیچ کدامشان اجرا نشدند موقعش را بهتر کرد و به زینه 152 برآمد. اما امسال دویم باره شروع به سقوط کرده است. خلاصه در 13 سال فعالیت اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه، فساد در کشور افزایش یافته. در رده‌بندی معروف جهانی کشور تا 16 زینه سقوط کرده است. تماشابینان گرامی، چنانکه که در آغاز این موضوع اشاره کردم، تاجیکستان بجز در روی خط کشورهای فساد زده ترین دنیا قرار گرفتنش، یکی از 5 کشور غیر دموکراتی، مستبد و دیکتاتوری شناخته شده است. در رده‌بندی نوی مجله The Economist که شاخص دموکراسی در کشورهای جهان را معین کرده است، در بین 165 کشور دنیا تاجیکستان در مقام 160 قرار گرفت. در این رده‌بندی پایانتر از تاجیکستان تنها کشورهای مثل سوریه و کره شمالی قرار گرفتند. از کشورهای سابق اتحاد شوروی تنها ترکمنستان 1 زینه پایانتر از تاجیکستان قرار دارد. این روند یعنی پایان روی در رده‌بندی ها سال چندم است ادامه می‌یابد، اما حکومت هیچ کاری برای پیشگیری از آن نمی کند. اینجا یک چیز را فهمیده نمی شود. چرا حکومت تاجیکستان به این رده‌بندی های بین المللی بی‌تفاوت شده است؟ برایش فرقی نمی کند، یعنی برای حکومتداران ما فرقی نمی کند که تا چه حد آبروی کشور پایین می رود. در کشورهای دیگر به این رده‌بندی ها واکنش جدی می کنند و با سبکدوشی رهبریت وزارت ها و حتی به استعفا رفتن رئیس جمهور تمام می شود. اما چرا تا هنوز هیچ تحریمی در قبال تاجیکستان از طرف کشورهای آزاد بنابر نقض شدید حقوق انسان، فساد و غیره به کار گرفته نشده است؟ چرا؟ به همین سوال ما به محی‌الدین کبیری، رهبر پیمان ملی تاجیکستان مراجعت کردیم. بیایید با هم نظر ایشان را میشنویم. این بار اول است که تاجیکستان در رده کشورهای از همه غیر دموکراتی و یا از همه فساد زده قرار میگیرد و شاید که در 5-6 سال اخیر ما شاید 1 زینه بالا 1 زینه پایان میفرمادیم، اما متاسفانه همیشه جزئی 10 گانه کشورهای غیر دموکراتی و یا جزئی 20 گانه یا 30 گانه کشورهای فساد زده دنیا محسوب بشه. من فکر میکنم که این برای تاجیکستان دیگر یک جایگاهی معمولی هست، عادی هست و نباید در سالهای نزدیک هم انتظار آن را داشت که وضعیت تغییر میکند و من این را با کمال تاسف میگم. اما چرا کشورهای پیشرفته واکنش نشان نمیدهند؟ چون آنها چرا باید واکنش نشان بدهند؟ واکنش را باید پیش از آن ملت تاجیک نشان بدهد، واکنش را کسانی نشان بدهند که این آمار و این وضعیت به حیات هر روزه آنها تاثیر میرساند. کشورهای دیگر در تاجیکستان منفعتی زیاد ندارند و اصلا تاجیکستان برایشان کشوری مهم هم نیست و آنها دنبال منفعت‌های ژئوپلیتیکی خود هستند. اگر برای مثال بودن چنین یک حکومت فساد زده مثل حکومت یازیره
به نفع آنها است. آنها چرا بیان واکنش نشان بدهند یا تحریم کنند؟ اما وقتی که بینن که نه این به منفعتشان نیست، حتما در اون وقت واکنش نشان خواهند داد. در حال حاضر من فکر میکنم که چنین وضعیت، یعنی یک تاجیکستان ضعیف، عقب مانده و غیر دموکراتی، هم برای کشورهای منطقه، بخصوص برای رهبران کشورهای منطقه که اکثرا خودشان دیکتاتوری هستند، مناسب است و هم کشورهای غربی هیچ توجه خاصی به تاجیکستان ندارند و بنابر همین واکنش رو از دیگر کشورها منتظر بودن این غیر منطقی است. باید خود ملت تاجیک این وضعیت را درک کند و اگر کار کردنی هست باید خود ما انجام بدهیم. ببینید، تاجیکستان بجز اینکه از فساد زده ترین کشورهای دنیاست، طبق معلومات از سازمانهای بانفوذ مانیتورینگی، کشور غیر دموکراتی و پایمال کننده حقوق و آزادی های شهروندان شناخته شده است. چرا مسئولانی که دست به نقض حقوق انسان میزنند، رهبرانی که نهادهای زیرتابعشان دست به شکنجه و تضییق و فشار میزنند، به تحریم های بین المللی دچار نمیشوند؟ مگر در روی تاجیکستان کشورهای دموکراتی و سازمانهای دفاعی حقوق بشر مهر دیده اند؟ من پیشتر هم گفتم که چرا کشورهای غربی تحریم نمیکنند یا واکنش جدی نشان نمیدهند. حالا ببینید که ما هم در اینجا هستیم به خاطر بحث و بررسی وضعیت منطقه و خصوص تاجیکستان در زمینه حقوق بشر، وضعیت امنیتی و وضعیت دموکراتی در کشورمون. حتما این مسئله رو بررسی خواهیم کرد، اما باز تکرار میکنم که تا آن وقتی که ملت تاجیک خود وارد کار نشود و مسئله را جدی نگیرد، نه یگان سازمان بین المللی نه کشورهای منطقه و جهان ما را کمک نخواهند کرد و فکر میکنم که وقتی آن رسیده است، شاید وقتی آن رسیده است که هم نیروهای اپوزیسیونی، هم مردم تاجیک و هم کسانی که در تاجیکستان امروز در حکومت کار میکنند ولی تاجیکستان برایشان عزیز است، میخوان یک کشوری نسبتاً پیشرفته داشته باشند، چون من بعید میدونم که در آینده نزدیک ما مثلا به سطح کشورهای پیشرفته برسیم، چون حکومت حاضر اونقدر وضعیت را خراب کرد که دیگر با آسانی دشوار است اون را از این وضعیت برآوردن. اما به هر حال ما باید متحد باشیم و دست به دست یکدیگر مانیم و کشور و ملت را هر چه زودتر از این وضعیت بیرون کنیم. اینجا میخواهم دقت شما را به یک نقطه جلب کنم و نظر شما را پرسم. بارهاست که ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا رسما در بیانیه های خود تاجیکستان را متهم به آن میکنند که در این کشور حقوق انسان نقض می شود. سطح فساد و کروپسی بلند است. با وجود دستگیری مالی برای انکشاف دموکراسی، برعکس تاجیکستان رو به خودکامگی می آورد. اما چرا باز هم این کشورها مناسبتشان با تاجیکستان طبق بیانیه هایشان نیست؟ میگویند تاجیکستان کشوری فساد زده است، میگویند غیر دموکراتی است، باز هم مناسبتشان خوب است. چرا؟ البته این به اون معنی نیست که کشورهای جهان به توجه هستند کاملا. برای مثال چندین از سازمان‌های بین‌المللی علاقه تاجیکستان را شامل روی خط کشورهایی کردند که در آنجا نه ثبات امنیت است، نه آزادی و دموکراسی و هر ساله در مثلا کمیسیون آمریکایی آید با آزادی‌های دین تاجیکستان را چند سال اخیر شد در روی خط کشورهای خیلی هم نگران کننده وارد میکند. این معنی را دارد که امریکا حق ندارد با این کشورها تجارتی یا همکاری خوب داشته باشد، مگر اینکه خود پرزیدنت امریکا تصمیم علیحده بگیرد که در حال حاضر با نظرداشت وضع در افغانستان و منطقه، ترامپ پرزیدنت امریکا تصمیم گرفته است که تاجیکستان رو موقتا از این روی خط کشورهایی که امریکا نباید با آنها دادگیری و همکاری خوب داشته باشد بیرون کنند. و اتحاد اروپا هم بارها هست که مسئله را میبردارد و تاجیکستان جزو کشورهایی نیست که با امریکا بتواند آزاد تجارت کند. مالهای تاجیکستان نمیتوانند مثل مالهای دیگر کشورها آزادانه وارد بازار اروپایی شوند و این هم به خاطر آن است که
تاجیکستان استانداردهای لازمی رو رعایت نمیکنند. من فکر میکنم که جامعه جهانی شاید انتظار است که این تغییرات هایی که در تاجیکستان باید اخیراً در نتیجه انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی باید بشود این را منتظر است و شاید که موقع نهایی خود را بعد از انتخابات ها و بعد از آنکه ببینند که آیا واقعا میشد امید کرد در تاجیکستان به چیزی یا اینکه امید را کاملا میتوان کند و تصمیم نهایی خود را بخواهند گرفت. تماشابینان گرامی، اینجا میخواهم یک چیز را قید کنم. رئیس مجلس ملی محمد سعید عبیداللهیف ضمن بررسی نامزدی یوسف رحمان به سمت دوباره پروکورور گنرالی گفته است که از کار 5 ساله او به حیث دادستان راضی است، ولی از او خواسته است که در تقویت فعالیت نظام دادستانی تاجیکستان تلاش بیشتر کند. از جمله محمد سعید عبیداللهیف خواسته است که پروکورور گنرالی مبارزه با فساد در کشور را سخت‌تر کند، چون تاجیکستان در گروه 3 کشور شامل می باشد که سطح فساد در آن بالا است. من حیرانم که با سازمان دادن اگنتی ضد فساد در مدت 13 سال تاجیکستان تا به این حد فساد زدگی رسید. اکنون به طلب عبیداللهیف که یک پایش الکی طرف کوچه نفقه است چی بهبودی می شده باشد؟ به هر حال امید میبریم. دنیا به امید گفتند. ما را همین خیلی امیدوار کنان این جانورها حکومت داری کرده ایستادند. آدینایف حاجی اکبر پسر معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان آدینایف محمورات 5 روز می شود که در روسیه بیدرک شده است. در این باره محمورات آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پدر حاجی اکبر بر رادیوی پیام خبر داده گفت که پسرش 5 روز می شود در روسیه بیدرک و بینام و نشان گردیده است. محمورات آدینایف به این باور است که گم شدن فرزندش به فعالیت سیاسیش وابستگی دارد. این فعال سیاسی حالا در خط علاقه با ما هستند و شرح این قضیه را از خودشان میپرسیم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. گم شدن فرزندتان ما را هم خیلی به تشویش آورده است. لطفاً میگفتید که چرا شما به این باور هستید که گم شدن فرزندتان در روسیه به فعالیت سیاسی و انتخابات ربط دارد؟ خیر، سرگردانم برادر. مشکلی که سری من آمده است تنها خداوند حل کردن میتواند. این مشکل البته از طرف نفرانی مشکل پیدا میکنند که این همه مخصوص دیده دانسته پیشگیری از نامزدی من به وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی میباشد. یکی سیاسی میباشد. باور به این که محض گم شدن فرزندتان بستگی به فعالیت سیاسیتان دارد از کجا سرچشمه میگیرد؟ متاسفانه از روزی که من همین انتخابات تا سر شد شما ببینید که باری اولی که من یک حالت شاهد زنده بودم در اون نفری که از طرف دیرکتوری مکتب یعنی که مخصوص فرمان گرفته امضا جمع میکرد که در یک خانه چقدر در روسیه است و چقدر در این از همینجا شروع شده بود. پیش از این ماشین های مخصوص مرا تعقیب میکردن. حتی رقم ماشین یک تشه گفته بودم که یعنی که اوپل استرا میگفتد رقمش سبز رنگش سبز رقم پیشش 050 اومده بودن. در روی من گفته بودن همسایه برو اومده بودن گفته بودن که برادر اینو کسی نیست، اینو در این خونه که اینجا زندگی نمیکنن. انا مشکل همین است که مدتی جدا از 5 روز شد فرزند من عموما ناپدید است. نه تلفنش همه نیست، از کمپانی خاموش کرده شدگی است. متاسفانه این مخصوص بود که این پیام بود برای نامزدی من، پیامی مخصوص. من نوشتم که قربانی اگر برای نر قربانی است گفتم، اگر خوانده باشید اگر قربانی خواهید همون برای نر منم. اگر شما با منصب دارو همین لازم باشد اگر
дидай дониста пеши ман ба воситаи фарзандои ман гири агар махсус фарзандои ман ба сиёсати худатон қуш кунед инаш аз ихтиёри аз худатон аст ман ҳам пага метавонам майдондорӣ кунам агар шумо дар ҳамин лозим бошад бас кунед ин кори ин махсус аст фикри ман ҳамин аст ки ин махсус аст ин махсус ташкил карда шудагааст ин қурбони дастисаи сиёсатҳои баъзан сиёсатмадори мо ва нафароне ки дар гирди атрофи ино ҷамъ мешаванд бо номи шохдоро ва ҷондоро бо номи хабаркашои махсус ана инҳо махсус дар куҷо будани фарзанди мана медонанд шумораҳои телефони мана мекунанд албатта бояд пеши ин кора гиранд ҳоло барои пайдо кардани фарзандатон чӣ тасмимҳое гирифтед ва чӣ кӯшишҳое доред тасмиман ҳоли пайдо кардан аст муҳим пайдо кардан аст баъд ин дигар масъалаҳое ки ҳаст сиёсии дигараш баъд ин худаш бевосита пайдо мешавад рӯпарӯ гап мезанем бо кадоме ки набошад ҳозир муҳим пайдо кардани фарзанди ман аст ман дигар ҳеч намехоҳам лекин агар оное ки хоҳанд ки ман ба вакили маҷлиси намоядагони олӣ ҳамчун вакил наравам ман аз худашам безорам аз ҳамин давлаташам аз ҳамин курсии парламенташам агар ҳамин лозим бошад иноба лекин ҳамчун ҷавонмард мана қадрдонӣ кунанд ман танҳо барои хотири миллат ҷонкан содам на барои хотири нафароне ки даст ба ҷиноятҳои бисёр ифлос задагӣ ҳастанд дар курсии парламент танҳо кори ино хӯрдан асту бурдан асту гирифтан ва тасдиқ кардани ҳар як қарору ғайриқонуниҳое ки ино пешниҳод мекунанд албатта ман ҳар як ҷавонмарде ки манро мешиносад новобаста аз шинос будани ман ҳамчун ҷавонмард ҳамчун як узви миллати тоҷик фарзанди мана маълумот пайдо карда тонанд агар чӣ бошанд ба ман хизмати инҳо лозим аст танҳо сиҳат саломатӣ ҳамин лозим аст ки ман пайдо кунамаш тамом ман ҳам баъди фисарма пайдо кардан бо аҳли оилаам тарки тоҷикистон мекунам ман ина ваъда мекунам мебурам мерам ҳамин хел бошад агар ҳамин хел муносибат бо ҳамин худи яъне ки мо бошад мо нафароне ки як танимта мондаем сиёсатмадорое ки миллата фақат фикр мекунаду имрӯза вазъи кишвара фикр мекунад чӣ ман наметавонам агар ин гумони шумо ки мегӯед мақомот дар гум шудани фарзандатон даст доранд дуруст бошад шояд мехоҳанд шумо аз сиёсат дур шавед ва дар маъракаҳои сиёсӣ ширкат накунед шумо ки мегӯед фарзандатон ёфт шавад кишварро тарк мекунед даст ба корони ин қазия яъне дуздони фарзандатон яъне ба мақсадашон мерасанд ба ин чӣ мегӯед муҳим фарзанди ман аст муҳим фарзанди ман ҳоҷи акбар одинаев аст ман гуфта мемонам таъкид мекунам ба касе ки набошад дар кадом мақомоте ки набошад фарзанди касе ки набошад бигзор касе ки набошад агар хоҳед ман якта номаша фамилияша гуфта метиям хор халат хафа нашаванд ман гуфтам хор халат хафа нашаванд ман дар ҳисор расам авлоди калонтарин дорам зиёда аст 5000 من به حزب سوسیال دموکراتم من میدانداری کردم میتونم چون که بارها میدان دا بودم من از میدان اینو نمیترسم تنها به خاطر اون میدان میبرم که این جنایت ها آشکار شوند و تمام دنیا داند که در تاجیکستان کی و چه روز میبرد طبق معلومات آخرین بار حاجی اکبر سنه 19 ینور با رقم موبیلی جمع 79 26 31 40 323 با پیوندانش تماس گرفته بوده است. حالا در شهر مسکو یک فرزند دیگری محمورات آدینایف در جستجوی برادرش سرسان و سرگردان است. شماره تلفنی برادری آدینایف حاجی اکبر جمع 7 925 299 91 20 می باشد. از تماشابینان خصوصا از مهاجران تاجیک دعوت به عمل می آوریم که در پیدا شدن حاجی اکبر کمک خود را دریغ ندارید. کمترین معلوماتی که پیدا می کنید لطفاً به رقم ذکر شده تماس گرفته معلومات را رسانید. اکنون چند خبر و رویدادها را همکارم صفیه گزارش می دهد. دوستدارانی برآمدهای شوق‌آور وزیر معارف امکان تماشای بیشتری او را پیدا کردند. در جای وزکنی امساله وزیران و رئیسان نوریدین سعید وزیر معارف و علم،
کورسیش را در این وزارت ترک گفته به کرسی ریاست کمیته تلویزیون و رادیو تکیه زد. کرسی معروفترین وزیر در چند سال اخیر را در وزارت معارف و علم محمد یوسف امامزاده صاحب شد. امامزاده تا این زمان رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان بود. او همچنین عضو مجلس ملی پالاتای بالایی پارلمان است. محمد سعید شاهیان که کرسی رئیس کمیته رادیو و تلویزیون را ترک گفت تا حال معلوم نشده است کدام مقام را صاحب خواهد شد. اما بنابر خویشی‌اش با رستم امامعلی تخمین می رود که منصبی بالاتر گیرد. نعمتالله حکمت‌الله زاده هم کرسی وزیری در وزارت سودا و رشد اقتصاد را به ذوقی زاده واگذاشت و خودش یاردمچی رئیس جمهور در امور اقتصادی تعیین گشت. همچنین شمس‌الدین آرومبک زاده وزیر فرهنگ از مقامش برکنار شده منتظر گرفتن کرسی نوبتی است. به جای او زلفیه دولتزاده آمد که قبلا معاون اولی رئیس کمیته کار با زنان و عائله بود. چند جای عوض‌کنی در وزارت کارهای داخلی نیز صورت گرفته است. از جمله شاه اسکندرов از وظیفه سرداری ریاست کارهای داخلی شهر اصفهان برکنار شده پلیس شهر بوستان را قبول کرد. جای شاه اسکندرов را در اصفهان معاون پیشین وزیر امور داخلی نورالله عارفov پذیرفت. عبدالله نوجوانov معاون وزیر کارهای داخلی نیز به سوخت رفت تا ریاست کارهای داخلی این ولایت را به اختیار گیرد. آی سلطان نظرباєв نبیره نورسلطان نظرباєв президенти سابق قزاقستان با نشر یک سلسله بیانیه‌های سنساسیونی در فیسبوک و مصاحبه‌های پرماجرایش با چند رسانه‌ها همه را در حیرت گذاشت. آی سلطان ضمن یکی از چنین اظهاراتش اظهار داشت که او پسر راحت علیف نیست بلکه پسر خود نورسلطان نظرباєv است. آی سلطان نظرباєv گفت هرچند همه گمان میکنند که نظرباєv گویا بابای وی است اما این چنین نیست و او پدری واقعیش می باشد. آی سلطان اظهار داشت که بعد بیانیه‌های اخیرش خویشاوندان پرنفوذ او به خصوص مادرش داریغه نظرباєва تلاش خواهند کرد تا برای خاموش کردن این ماجرا وی را یا دیوانه برآورند یا حتی مثل پدرش راحت علیف بکشند. راحت علیف داماد سابق نظرباєv که زمانی در قزاقستان نفوذ زیاد داشت بعد مورد قهر و غضب پدر روسش قرار گرفتن ترک کشور کرده سال 2015 در زندان اوستریا خود را آویخت. آی سلطان معتقد است که پدرش راحت علیف خودکشی نکرده است بلکه او را کشتند. این نبیره نظرباєv که اکنون خودش را فرزند او اعلان کرد گفته است که مادرش سخت تشنه قدرت است و دائم نقشه‌های نوبنوی غصب قدرت را می‌اندیشد. به گفته آی سلطان بیبی و خاله‌هایش از نقشه‌های سیاهی داریغه خبر دارند ولی از وی می‌ترسند. آی سلطان میگوید مادرش حتی بابای پرنفوذش نورسلطان نظرباєv را لجام زده است و البسی به خاطر مناسبت‌های محرمانه با دخترش در مقابلش لام هم گفته نمی‌تواند. آی سلطان نظرباєv حالا 30 ساله است و اکادمیای حربی سندهرست یکی از مکتب‌های معتبر بریتانیا را ختم کرده است. سال 2017 یک مدت نایب پرزیدنت فدراسیای فوتبال قزاقستان بود. آی سلطان در بریتانیا برای گزیدن دست پلیس به 1 سال شرطی زندان محکوم شده است. حالا باشد در بریتانیا به خاطر مبتلایی به مواد مخدر تبابت می‌گیرد. نخست وزیر اسرائیل در نشست با حضور سران کشورهای غربی خواستار برخورد تند جهان با ایران شد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه ضمن سخنرانیش در مراسم هولوکاست خواستار موضع یکپارچگی رهبران جهان بر ضد ایران شد. نخست وزیر اسرائیل در جمع رهبران کشورهای غربی حاضر در این نشست گفت اسرائیل به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاطر برخورد با رهبران تهران که ثبات خاورمیانه و کل جهان را تهدید می‌کنند تشکر می‌کند. نتانیاهو افزود همه دولت‌ها را برای تلاش برای مقابله با ایران فرا می‌خوانیم. اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل هم روز چهارشنبه هفته جاری گفت تل اویو همچنان تهران را تهدید برای خود می‌داند. کاتس از گفتگوی نتانیاهو با رئیس جمهوری روسیه درباره تهدیدهای ایران خبر داد و دعوا کرد که ایران تهدید برای تمام منطقه غربی آسیا است. گفتنی است از سبب‌های مهم دشمنی ایران با رژیم اسرائیل این است که ایران اسرائیل را به حیث یک کشور نشناخته است و به این باور است
که اسرائیل تنها برای دشمنی با ملت‌های مسلمان به وجود آمده است و برای اشغال سرزمین‌ها و سرمایه‌های مادی و معنوی جهان اسلام مبارزه می‌برد. اینجا با پایان برنامه رسیدیم و من با شما خداحافظی می‌کنم. پخش تگمه معقول شد را لطفاً دریغ ندارید و همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. در پناه الله بمانید. خیر تا هفته دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. رادیوی پیام، صدای جدید در فضای اطلاعات. نصب ضمیمه نوی رادیو پیام در اپل و اندروید برای تلفن‌های همراه و لاب‌های الکترونی پلانشت به شما امکان می‌دهد که 24 ساعت تازه‌ترین و دقیق‌ترین خبرها، تحلیل‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، برنامه‌های دینی و فرهنگی، قصه‌های جالب و شنیدنی، گفتگوهای مستقیم با سیاستمداران، کارشناسان و ضیائیان را بشنوید. با ما باشید. رادیوی پیام، همسفر به سوی زندگی بهتر. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net